فیلم ما امروز از یک دبیرستان مختلط آغاز می شود. در طول روز تحصیلی، گروهی از پسران در حال بازی بسکتبال هستند و دختران زیادی با هیجان از آنها حمایت می کنند. در پایان مسابقه، پسری خوشچهره به نام امی برنده می شود. بعد از مسابقه، دختران دور او جمع می شود، چرا که او جذابترین پسر مدرسه است و همه آرزو دارند که حتی یک بار هم که شده با او صحبت کنند یا دوستش باشند. اما امی با اینکه طرفداران زیادی دارد، هیچ کدام از دختران را برای دوستی انتخاب نمی کند. در همین حال، دختری خجالتی به نام ایلی از دور امی را تماشا می کند. او یکی از طرفداران پر و پا قرص امی است، اما جرأت ندارد به او نزدیک شود. هر روز بعد از مدرسه، او در صفحه شبکه اجتماعی خود با نام خاطرات یک عاشق گمنام می نویسد که باز هم امی را دیده است. روزی امی از کنار ایلی عبور می کند و بدون آنکه حتی نام او را بداند، از دستش یک اعلامیه مربوط به مسابقه فوتبال مدرسه را می گیرد. این اتفاق برای ایلی بسیار خوشحال کننده است، چرا که بالاخره توانسته یک تعامل کوچک با عشق پنهانی‌اش داشته باشد. پس از آن، ایلی شروع به خواندن داستان‌های عاشقانه می‌کند تا یاد بگیرد چگونه با کسی که دوستش دارد رفتار کند. چند روز بعد، ایلی در حال تماشای امی از پشت درب اتاق اساتید است که ناگهان درب می‌افتد و او در موقعیتی بسیار شرم‌آور قرار می‌گیرد. ایلی با عجله از آنجا فرار می‌کند، اما تلفن همراهش را جا می‌گذارد. امی گوشی او را پیدا کرده و به کلاس ایلی می‌رود تا آن را به او برگرداند. در همین حین، امی صفحه گوشی را نگاه می‌کند و متوجه می‌شود که او در مورد عشق و کسی که دوستش دارد چیزهایی نوشته است. امی به ایلی می‌گوید: اگر می‌خواهی با من دوست شوی، قبول می‌کنم، ولی همین حالا باید جواب بدهی. ایلی که از این حرف شوکه شده، سکوت می‌کند. با امی که این واکنش را می‌بیند، می‌گوید: فراموش کن، انگار چیزی نگفتم. بعد از این ماجرا، ایلی تصمیم می‌گیرد که دیگر به امی فکر نکند، اما همچنان خاطرات خود را در دفترش ثبت می‌کند و در ذهنش تخیل‌های عاشقانه می‌سازد. یک روز، او به طور تصادفی با دختری به نام شایا برخورد می‌کند که تیشرتی با نام امی در دست دارد. این موضوع باعث حسادت ایلی می‌شود، اما بعداً متوجه می شود که شایا طراح لباس است و فقط برای الگوبرداری از اندازه بدن امی تیشرتش را برداشته است. بعد از مدتی، امی و ایلی بیشتر با هم ارتباط برقرار می کنند. او حتی از ایلی می خواهد که نقش دوست دخترش را بازی کند، اما ایلی می گوید که نمی خواهد در خیالات زندگی کند و دوست دارد که واقعاً عشق او باشد. نه فقط یک نقش در یک نمایش. در نهایت، امی به ایلی اعتراف می کند که واقعاً به او علاقه‌مند است و از این به بعد فقط او را در زندگی خود دارد. ایلی که از این اعتراف شوکه شده، دوباره در خیالاتش غرق می شود. با این حال، آنها تصمیم می گیرند رابطشان را پنهان نگه دارند و در مدرسه مانند دو همکلاسی عادی رفتار کنند. در پایان، امی از ایلی دعوت می کند که برای اولین بار به خانه‌اش برود و ایلی که از هیجان سر از پا نمی شناسد، به سمت خانه او حرکت می کند. خلاصه داستان سریال، سرانجام ایلی به خانه امی می رود، کسی که همیشه آرزو داشت فقط بتواند با او صحبت کند. حالا امی با او صحبت می کند، اما همچنان بینشان حد و مرز وجود دارد. در این میان، ایلی مدام خیال پردازی می کند که امی به او نزدیک می شود و در دنیای خیالی خودش غرق می شود. حتی تصور می کند که داستان عاشقانشان را روی صحنه تئاتر تعریف می کند. یک روز خوب را با هم می‌گذرانند و روز بعد امی به مدرسه می‌رود. دختران زیادی به دنبال او هستند، اما او بی تفاوت است، زیرا حالا یک دوست واقعی دارد. از سوی دیگر، ایلی مشغول نوشتن خاطرات روزانه خود در اینترنت است، بدون اینکه متوجه شود بند کفشش باز است. ناگهان زمین می‌خورد و وضعیت خجالت‌آوری برایش پیش می‌آید. دوستش یانگ او را می‌بیند و کمکش می‌کند و به او می‌گوید که همیشه بند کفشش باز است و او هیچ وقت حواسش به اطرافش نیست. ایلی سعی می‌کند بیشتر روی زندگیش تمرکز کند. وقتی می‌خواهد بلند شود، باز هم نمی‌تواند و وقتی یانگ می‌خواهد کمکش کند، دستش را پس می‌می. یانگ ناراحت می شود و به او می گوید که همیشه احساس کرده هیچ کس او را نمی بیند و هیچ کس دوستش ندارد. برعکس امی، ایلی به او می گوید که همه انسانها مثل هم هستند و هیچ کس کامل نیست. ایلی پس از افتادن متوجه نمی شود که گوشیش روی زمین افتاده است. یانگ گوشی او را پیدا می کند.
و متوجه می شود که ایلی همان نویسنده صفحه اینترنتی است که در آن داستان‌های خیالی درباره عشقش با اومی می نویسد. روز بعد در مدرسه معلمان از دانش آموزان می خواهند نماینده کلاس را انتخاب کنند. همه ایلی را انتخاب می کنند. ایلی بسیار خوشحال می شود. بعد از مدرسه او به دیدن اومی می رود که در حال تمرین تنیس است و به او می گوید که به عنوان نماینده کلاس انتخاب شده است. اومی ابتدا به او می گوید که این مسئولیت بزرگی است و او می توانست رد کند. اما در واقع او نگران است که ایلی به خاطر این مسئولیت دیگر وقت کمتری برای او داشته باشد. در نهایت اومی موافقت می کند، اما به شرطی که پس از پایان مسئولیتش در جشنواره فرهنگی تمام وقتش را برای او بگذارد. بعداً اومی و ایلی به آکواریوم می روند و برای اولین بار خارج از مدرسه با هم وقت می گذرانند. در آنجا یانگ نیز حضور دارد. وقتی یانگ متوجه می شود که اومی با ایلی آمده است، ناراحت می شود و به اومی می گوید که قصد داشته فقط با ایلی وقت بگذراند. اومی به او می گوید که اگر به یک دوست نیاز دارد، او می تواند دوستش باشد، اما باید از ایلی فاصله بگیرد. اما یانگ می گوید که او نمی خواهد فقط یک دوست باشد، بلکه می خواهد با ایلی وارد رابطه عاشقانه شود. در نتیجه ایلی و اومی به یانگ اعلام می کنند که واقعاً با هم در رابطه هستند. یانگ شوکه شده و از آنجا می رود. بعد از این اتفاق ایلی همچنان درباره یانگ صحبت می کند و از او دفاع می کند. این موضوع باعث می شود که اومی به او شک کند. او می پرسد که چرا اینقدر از یانگ حمایت می کند و چرا وقتی اومی از او خواست وارد رابطه شوند تردید داشت. این شک‌ها باعث می شود که اومی از او بخواهد که از هم جدا شوند. ایلی شوکه شده و زیر باران گریه می کند. پس از جدایی ایلی دچار افسردگی می شود و حتی دیگر داستانهای عاشقانه خیالیش را نیز نمی نویسد. او از همه فاصله می گیرد. از سوی دیگر اومی نیز غمگین است و حتی دوستانش متوجه تغییر او می شوند. در مدرسه ایلی مجبور می شود جای همکلاسی را که دچار مسمومیت غذایی شده‌اند پر کند. او به وظایفش در جشنواره فرهنگی می رسد، اما زمانی که اومی او را می بیند بی تفاوت از کنارش می گذرد. ایلی برای انجام کارهای جشنواره به انبار می رود. در آنجا جعبه‌ای روی او می افتد، اما ناگهان اومی سر می رسد و او را نجات می دهد. او به ایلی مدال قهرمانیش را نشان می دهد و می گوید که این پیروزی را برای او به دست آورده است. ایلی بسیار خوشحال می شود و دوباره انگیزه پیدا می کند. بعد از جشنواره همه از ایلی برای زحماتش تشکر می کنند. ایلی برای انجام آخرین کارها به پشت بام می رود و در آنجا اومی را می بیند. اومی از او عذرخواهی می کند و می گوید که به اشتباه فکر کرده که او به یانگ علاقه دارد. سپس به او اعتراف می کند که او تنها کسی است که واقعاً او را درک کرده و دوستش داشته است. اومی از ایلی می خواهد که دوباره با هم باشند. ایلی با خوشحالی می پذیرد و اشک شوق می ریزد. سپس آنها با هم به مدرسه می روند و اومی دست ایلی را می گیرد تا همه بفهمند که با هم هستند. ایلی ابتدا خجالت می کشد، اما اومی به او می گوید که از هیچ چیز نترسد، زیرا او همیشه در کنارش خواهد بود. در نهایت ایلی به آرزویش می رسد و عشق خیالیش به واقعیت تبدیل می شود.